سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، اپو خواهرا اکو دودرا برادر که میبینین اکی شیرالی اوید با پادکلچینی یاندکس تاکسی و یاندکس دستافکا. کسانی که میخوان کوریری کار کردن دستافکا یا اینکه در یاندکس میخوان پادکلچت کنن با ماشین خودشون، کسانی که در شهر مسکو هستن و پاد مسکوی کار میکنن، یعنی میتونن که انشالله در سلکای پایین یعنی اکاونت از بلاکیوت کردن یوتیوب شب به خاطر اونی که کارهای خیر میکردن، بعضی بیمارا رو میرفتن سیومکا میکردن میپرتوفتن برای دستگیری، یعنی در کار خیر الحمدلله که همیشه دستگیری هستن میروند بسیاری جاها، یعنی خودمون مشاهده حال هستیم. از همون خاطر یعنی بعض حالات باشه که بیمارا هستن یکون جوش شکستگی که گنجش میتونه اون رو سیومکا میکنن در یوتیوب میمونن، یوتیوب همین یعنی بلاکیوت میکنن، نمیخواد که انسان ها همین ها رو بمونن، یعنی استرس نیوریم خیلی، یعنی پلیس و سیمنات هم خیلیشون میگن المهم، یعنی مهم همیه که بلاکیوت کردن اینا کشوده کردن، یعنی دستگیری شما در کار برای اون که بدون پد پیسات سکنین و کدامی که میخوای پد کلچت کردن تاکسی یاندکس و دیگه و دیگه و دیگه و انشالله که میتونین که بدروین زنگ بزنید. رقمهاش هستن در روی اکران یا یوتیوبش، سرکش در اپیسانی میمونم. و چی گفتنی هستم دوستانی عزیز، بسیاری اپو خواهرا اکو دودرا یعنی جلب میکنن که خش اقربان نزدیکان خودمان سحر و جادومان میکنن و ما چیکار کنیم در حالتی که میبینیم که مادر خودمان ما را جادو میکنن که از زن جدا شد، نعوذ بالله. در این حالت ها میگم ما چیکار کنیم؟ مادر میخواد که یعنی با همراه ما باشه، از زن جدا شه، از زن دیگر بتیم دیگه و دیگه، میگه زندگیم خوب است الحمدلله، 3 فرزند دارم و انا میخوام که فرزندهای من صغیره باشن، در کوچه باشن مثل دیگر فرزندها. میگه نمیخوام در این حالت ها چیکار کنم؟ سبحان الله، وقتی که حالت ها رو میبینی زیغ میشه و کدامید که مادراتون خوب است الحمدلله، از جمله صالحین است، از جمله صالحه است که پدر مادراتون که همیشه با طاعت عبادت الله هستن، نماز میخونن. شکرگزار باشین پروردگار. بعضی انسان ها جلب میکنن از مادرشان، شکر کنین که این گونه مادر ندارین که با همراه شما یعنی مناسبتشون خوب نیست و سحر و جادوتون میکنه که سلامتیتون از دست میدهین. یعنی بسیاری مادران عزیز مهربان، اپو خواهرا کو دادرا، وقتی شما سحر و جادو میکنین یا پیش فالبین میرین، پیش جادوگر که میرین، یعنی به خاطر آنه که اون محبتش نسبت شما خوب شود، خوب نمیشه بلکه بدتر میشه. در داخل او کیچین که درآمد سلامتیش او از دست میدهه. از هم خاطر الله یعنی کار را نکنین، چون که الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را هدایت بده و پیغمبر خدا میگه که هر کسی که نزد اینها میروند نعوذ بالله، هر آن چیزی که او بگه و باور کنه نعوذ بالله کافر میشوین. از هم خاطر یعنی پیش اونها نرین، از اونها یگان چی طلب نکنین، از الله طلب بکنین. الله میگه هر وقت که بندگان من از من سوال کنن من با اونها قریب هستم. و اون خاطر از الله سبحانه و تعالی طلب کنین. هر مشکلی دارین، هر مصیبتی بالاتون میه، فقط بگه الله مصیبت از بالای ما دور بکن، در که نماز بخوان، نزد الله سبحانه و تعالی شکایت کن، الله همش حل میکنه. اون خاطر دوستان عزیز، الله هر یک ما و شما یگان باشه، توفیق مندگی برای هر یک ما و شما عطا کنه. در امان الله باشین. فی امان الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.